مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفته است با اصلاح قانون میلیسیا صلاحیت کارمندان این نهاد را در مورد اجرای حکم‌های دادگاهی بیشتر کند. تنها در نیم ساله اول دادگاه اقتصادی تاجیکستان حکم کرده است که بیش از 370 میلیون سامانی به صاحبانش برگردانده شود، اما اجرایچیان دادگاه تنها 7 میلیون سامانی را توانستند بازپس بگیرند. ظریفه علیوی 27 ساله اخیراً از شوهرش جدا شده با حکم دادگاه باید برای خود و پسرچه 4 ساله‌اش منزل یک اتاقه را صاحب شود، اما شوهر و والدین وی با هر بهانه از دادن حجره یک اتاقه به ظریفه سرپیچی میکنند. وی در یک صحبت کوتاه تلفنی گفت که شوهر سابقش تجارت میکند و او امکان ندارد سر خانواده آنها فشار آورد. همساله دادگاه‌های تاجیکستان صدها پرونده شهروندی و جنایی را بررسی کرده درباره ستانیدن ضرر یا تقسیم مالکیت حکم‌ها صادر میکنند، اما نه همه جبردیده‌ها به مثل ظریفه علیوه بر اساس خلاصه‌های دادگاه میتوانند حق خود را صاحب شوند. همکنون این مشکل میتواند تا جای حل خود را پیدا کند. جورخان مجیدزاده رئیس کمیته ترتیبات و حفظ قانونیت مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان 23 نوامبر به رادیو آزادی خبر داد که شورای این نهاد قانونگذار برای بررسی وکیلان خلق طرح اصلاحات به قانون میلیسیا را پیشنهاد کرده است که طبق آن حل این مشکل امکان پذیر می شود. جناب مجیدزاده گفت وسیع کردن دایره سالت پلیس مربوط اجرای قرار دادگاه ها خواهد بود. حقوق شناسان میگویند که مسئله اجرای قرار دادگاه در بحث‌های اولوی یکی از بخش‌های مشکل کار می باشد. اکثر وقت عروسان با قرار سود به بخشی از مالکیت صاحب شده بر اساس قرار دادگاه و حتی حضور سود اجراچیان نمیتوانند به حق قانونی خود صاحب شوند. حالت‌های دغلی مردم با سود اجراچیان و عدم اعتراف آنها به حیث نماینده قانون همیشه مطرح بوده است. برخی سود اجراچیان میگویند که حضور پلیس پگاندار میتواند از همه گونه مشکلات در معامله با دو جانب دعواگر مساعدت کند، ولی از سوی دیگر پیامد جلب یک خادم پلیس به این کار میتواند پیامدهای منفی هم به بار آورد که مربوط به سوء استفاده از صلاحیت، استفاده از زور یا سلاح و دیگرها شود. منقلان دیگر از کروپسیا هشدار میدهند که میتواند در جریان اجرای قرار سود مشکل ایجاد کند. برخی حقوق شناسان میگویند در صورت وسیع کردن صلاحیت خادم پلیس آن باز هم باید محدود با دایره کار فعالیت آن باشد. عبدالرحمن شریف و وکیل دفاع تاجیک بر این نظر است که جلب کارمندان میلیسیا در اجرای حکم‌های دادگاهی تنها برای تامین ترتیبات ضرور است و آنها نباید از چنین وکالت بیرون شوند. این در حالی است که مولوده قلندرزاده رهبر دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در تابستان امسال گفته بود که دادگاه‌های اقتصادی کشور از اول سال 2017 برای ستانیدن ضرر به مبلغ بیش از 380 میلیون سامانی حلنامه‌ها برآوردند، اما اجراچیان سودی تا آن زمان توانستند تنها 7 میلیون سامانی را بستانند. با گفته وی مشکلی سریع ستانیده نشدن ضرر به این نکته مربوط است که در تاجیکستان نحوه مشخصی بازپس گرفتن ضرر مالی راه اندازی نشده است.